رزق از جانب الله های الله سبحانه و تعالی همه بنده انشاءالله خدا خود در دنیا آورده. البته هر یک جون بنده رزقش انشاءالله خدا خود ازلیه، لیکن با بنده باید سبب میشه انشاءالله خدا خود باید بنده کسب کند انشاءالله خدا خود به وجه حلال برای خوب نیک باید که چیکار کند انشاءالله خدا خود یعنی رزق پیدا کند خدا خود. الله سبحانه و تعالی برای ما شما اما دنیا رو کسب و هنره داریم الحمدلله. چه کسی که کدام یک کسب انتخاب میکنن با طفیل همون کسب الحمدلله الله یعنی رزق میدید. چون پیامبری بزرگ در کتابی خدا خواهد مختصر کتابی سعودان نگی حرک یدک انزل علیک رزق، این دستات جنبون الله سبحانه و تعالی انشاءالله رزق میدید. یعنی مقصد دست جنبوندن حرکت، الحرکت منکم یعنی والبرکت من الله، حرکت از شما برکت انشاءالله از الله سبحانه و تعالی. یعنی باید که ما شما عبادت هم میکنیم الحمدلله، نماز کنیم، طاعت کنیم، همیشه از عبادت نمونیم، در عوض یک کار کسب کنیم. حتی پیامبر بزرگ در حدیث میگن که الحرفت بری من الفقر، یعنی کسب کردن از کمبغلی آدم دور میکند. برای چون بچه های ما شما اکثرش خاروزار هستن، باعثش بی علمی است، باعثش نمیخونن که پدران جرأت نمیکنن فرزنداش یک انشاءالله خونونن صاحب علم کنن. همه عزیزانی من بالاشی شدن شرط نیست. مقصد از علم نماز، یکم علم خداشناسی ہے، البته الله یکم میشناسی. اول العلم معرفت الله، بعد از خدا خود 5 وقت نماز، روزه، زکات، حلال حرام جدا کرد، با عوض این باید چیکار نکن انشاءالله کسب. همه پیامبران اگر تاریخ نظر اندازه همه شی مسلمان پویستگی. پیامبر ما شما محمد صلی الله علیه وسلم تا سن خدا خواهد انشاءالله 25 سالگیش چیکار میکردن؟ گوسپندای مردم میپویستن، یک تنگه سیاه میدادن شو بوده چینه امکش نمیدادن. دیدید؟ تو رسول سوداگری کردن. یمکن چنین خدا خواهد شد دیگر کسب ها، همین کسب ها که ما وابسته شده انشاءالله الله سبحانه و تعالی چیکار میکنه بعد انشاءالله سبحانه. لیکن رزق از جانب خدا ہے، رزق ای بنده دیده نمیشه، یاد نبرانی. رزق ازلی ہے انشاءالله خدا خواهد. من ما شما وقتی که فرزند پیدا میشه در رحم مادر 120 روز خدا خواهد انشاءالله فرشته ارحامه، فرشته بچه دونه، همون فرشته اومده در همون بنده 4 چیز می‌نویسه. یکم عمرشه، دوم رزقشه، سوم بدبختیش، نیکبختیش. همینا تقدیر میگن. ببین این خدا خود پیچت کرده میاد. تمام وقتی که همین مادر پیدا شدی یه روز خوردن سر میشه. الحمدلله خدا خواهد انشاءالله. لیکن چیز نامعلوم میگیم همین موافق باید که ما شما چیکار کنیم انشاءالله خدا خواهد حرکت کنیم. خدا خواهد یک کسب و هنر خدمت خدا خواهد انشاءالله انتخاب کرده با واسطه هوای زندگی ما انشاءالله. لیکن نماز ترک نمیکنیم، عبادت ترک فرمان خدا اولین موضوع میستن. نیاد نبراد لا طاعت مخلوقین فی معصیت الخالق دیگه قاعده، یعنی اطاعت کردن نمیشه با مخلوق وقتی که ما در نزد الله عاصی شیم. با این وظیفه فقط روز گفت اگر نماز ترک گناهکاری، هم کارت میکنی هم نماز میخونی، هم کارت میکنی با هم روزت میگیری، هم کارت میکنی از خدا میترسی. همه عملهای شریعت با واسطه همون کسب و کارت ادامه میدی، دوام میدی، بعد حقیقی مسلمان میشی. الحمدلله. نگه رزق از مخلوق نبی. در فلان جانبه بود یک شاید اگر رسیه نمیباش تمام موگیش نگه میمرده فلان میشیده فلان. این که خطاه.
تو گرمه کفره یا نبرو تمام ازبک زور زمین روسیه پویسته تصور کن میشه زمین 8000 اول بوده 1000 تاش رسیده درسته 7000 دیگه چه جایی طوری برو کسب و کار کن هنر کن لیکن زید اسلام و دینگم نزن رزق همیشه از خدا بی موچین هم یک بی رو بیا گفتگی اولیاء الله یک زنی اولیاء به خدا رسیدگی یکم خیلی مرکن میشینن دایرنده بعد همه گپا سر میکنن میگه که قیمتی شد این شد فلان شد پیستان شد همه گپ زده میگوید بعد نوبت بی رو بیا نمیرسه میگه شما یکون گپ نمیزنی من همین قدر گپ میزنم میگم اگر خدای تعالی میگه همه زمین آهن مبدل کنه آهن شد الله سبحانه و تعالی بجای بارون سنگ بارون میگه همین تمام روی دنیا بودگی آدم و فرزندی بچه من باشن من انم کم برای رزقم نمیخوام چون که خدا در قرآن میگه که هر یک میگه جنبنده که به دنیا میآید و رزقش در گردن ماست الله آمده شه هر یک چیزی که به دنیا میاد رزقش در چیه ذمه الله ہے حتی خدا در یک جای قرآن میگه استعیذ بالله مر اهلک بالصلاة لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبة لمن اتقی میگه ای بنده خدا تو عائلت به نماز امر کن دختر که 7 ساله کشید بچه 7 ساله کشید نماز نه امرش که میگه مروز سبیان نکن اذا بلغ 7 7 ساله کشید میگه به نماز امرش کن 10 ساله شد اگر نکنه ضربش کن همه هم کی میکنه مو میکنیمش تو ببین بچه تا خودش انسان خدا خواهد یادش نده ای خودش نخبش کلام کشید آوره نشم و ای دیگه خدا خواهد انشاءالله خدا هم نمیشناسه همه گناه میکنن از همون خوردیش خدا خواهد از گهواره سرش میکنی سکسه که خدا خواهد کلماتش میتی عبادت سوره را تا 7 سالگی تیارش میکنی 7 ساله کشید بچه عبادت امرش میکنی خدا میگه همه اهل عائلت شما به نماز امر کنه لا نسألک رزقا ما شما رزق نمیپرسیم نحن نرزقک ما شما نرزق میدیم آخرت میگه برای تقوا داره این رزق الله میدیم لیکن انشاءالله خدا خواهد با تو فعلی خدا قرار شده عبادت ترک نمیکنی نماز ترک نمیکنی از الله همیشه میترسی تا بیتا کار کن بیشین تا خون با تا عصر کار کن موز دیگر کاری دیگر موز دیگر کشید خدا خواهد انشاءالله با بیا خواند با آیلت خدا خواهد شام خون خوفتن خوب مزه که درگی با سرخزت پری کن با سرخز لیکن عبادت اولین مثل انشاءالله خدا خواهد همین انشاءالله خدا خواهد ما و شما برای روز شیده خدا خواهد انشاءالله چکار نکنیم عذاب نکشیم ما شما را خدا خواهد نعمت باقیش در کجا در اکونومیک ہے ما اکونومیک زندگی را نمیدونیم توصیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتی اگر عمل کنیم خدا خواهد کو ما شما هیچ وقت کم بغیر نمیشیم افسوس افسوس خدا خواهد همه مرکای ما شما طبق سنت رسول الله نیست اگر طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه کم بغل نمیشه قدر امکان 5 کیلو نمیرسه 5 کیلو آشته توی تگذر 10 کیلو آشته توی تگذر تو نمی یعنی اکانومی که زندگی را خودت بردار یا مرده 3 روز می تمام در روز دو محکم کن برای جا مثلا روزویتی ندارم میدانی افضلی خیر که نمیشه افضلش اویلنده آن میگه زن تخشیو خودم بچه اکا تخشیو خودم انا باز زویتی باشه
اطراف تقسیمش کرد. اگر از اون نقشه یعنی شریعت نشان داده که زندگی کنه با شما تو انشاءالله خدا خواهد مزه کنه زندگی میکنی. در زندگی نون و آش پل نمیروه، اینو نبودو. پل در چی میروه؟ در لباس میروه. در 100 میلیون اگر شما توی کنی، اگر همین 20 میلیونش نه 10 میلیونش نه آش تو گوش تو نون تو پوانه بلا 20 میلیون نمیشه. جدا اگر مولی هم جمعت کشی اگر دیگه 80% در چی میشه؟ فقط لباس چیزو نمیشه که تقارا و تنکا و پنکا گتی هم خچی میدونه این 80 میلیون دکو میدونه چند سال زندگی کردن که یک مونده خلق یک سال نه 2 میلیونی خرد یک سال نه 5 میلیونی خرد چند سال زندگی میکنی اگر انا بخیری ما آدمان دیدن که خدا خدا همیشیال یک تا 500 کتی زندگی دوره 500,000 پول میگیره الحمدلله میگم هر خدمت میرسه میگم بینیم مجموع 5 میلیون حساب کردیم همه همون در 12 ماه 6 میلیون پول میشه 6 میلیون در یک سال چی داره؟ الحمدلله زندگی داره همین ما اعلام نگویم زنها ما گیم خدا خواهد قدر رس خودی بیده نکنن امروز خونه نو کنده سیه داریم همین نعمته خونه کرده 10 سال شده ولی 20 سال شده 25 سال نشده خونهش از با کی پیچ کرد کی به مجبور داره کی به مجبور داره که تو چیکار کن یعنی هر سالی خونه تنها کن من که احمق آدمه بزرگای اسلام در یک کپچه گذاشته برفتن با ابراهیم در یک بشزار یک بچه دیدن گفتن بچم چند ساله هستی؟ گفتن 400 ندومدم 400 سال مر دیدی؟ گفتن یکون خونه دوری خب منم میمون نمیکنی گفتن این 400 طول عمره که من خونه سوزم من هیچی ندارم گفتن این توبه گفتن در 400 سال یکون تا خونه هم نکردی گفتن نه های گفتن گوش کته بچم آخر زمان ده امتای محمد میآید وقتی آخر امتای احمد با عمر اندکم معمیری بهد عمرهاشون 20 و 30 و 40 و 50 کند معمینهای خوب و رنگین همه آخر زمان میدونی گفت امتای محمد میآید این پیغمبری نازنی عمرهاشو 40 سال 50 80 ساله نیکی قصر میسازن سازم بیناها در اوج رفعت با باغ و بستان و مسند دچو میسازن شویساری انده گرمانی انده خدا خواهد امریکا انده گویا که بیا جاوید میمونند در اونجا من میگم پیر خندید و پیر میگه تبسم کرد و آمد با گفتار پیر میگه خندید و تبسم کرد بعد گپ ندومد اگر گفت عمرم نیست امتای محمد باشه 2 رکعت نماز من ختمش میکردم 2 رکعت نماز اگر من 80 سالم باشه من 400 سالم بودم همه 80 سال 70 سال داشتم 2 رکعت نماز کردی ختمش میکردم میگه شاعر نمیزه بعد میگه بر امتای محمد که گذاری طاعت و ساز ایمانت و تو در 50 سال 60 سال هم یک 2 تا خونه چکری بس داره شرطه تو خدا 15 تا خونه انداختن شرطه تو در یک تاش خامنه در 20 سال یک بار توی میکنی تصور کن منو تو نیمی که بچه یک باشه بله 5 سالش یک بار کنی 15 سال به بارش میکنی پول در گیجو رفته سه من پول نوجویا صرف کردم و سببی کم بغلی نمینه پول عقل نداره انسان خدا عقل داده تو نمی
گفتم که اگر برایجا کار کنی پیامبر سلام بگه هیچ وقت کم بغل نمیشه. لیکن افسوس 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 هرچند میگیم با برعکس چی دسته، هرچند میگیم که همین کار نکن، امروز زنهای ما و شما چی شد؟ از ما بالا برمد. پیامبر علیه السلام سوال دادیم یا رسول الله بدیمو که زمین خوبه تای زمین خوب، رسول این که اگر در بین قوم شما پادشاهات عادل باشن عادلی کنن، بایات و سخاوتمند باشن، دائم سخاوت کردن، کم بغلان در بیوه و بیچاران در دوده بستن، اگر کاراتو با مسیحت اجرا مشتگی باشه بالای زمین خوبه گفتیم. مبادا پادشاهاتو ظالم باشه، ظلم کننده باشه، بایاتو بخیل باشه، بیچاره کم بغلان خیر حساب نکنن، اگر مسیحت تو بزنکا باشه تای زمین شما نخوبه. امروز بالکل ولست دادی زنک من 100% دادیش. ها زنک نمون، ها زنک نمون، ها زنک نمون. کجا که بره زنک ها دیا و تو موشیک توقی داری در سر و تکی موشیک میگم که در خونت زن خوجه باشه. اسلام نبینن که خوجه نه، ملک های کیه، فرزند های کیه، موشیکه من شما افرم نجا ملک از آن شما، زن به اجاد شما یک خص داده نمیتونه. حتی شیری که در پیستانش هست همون پیستاننگی شیر شم شما خوجه اینه اکسا می مکنونگا به اجازه شما مکنه. روز قیامت پیامبر سلام گفتن من شب معراج در دوزخ دیدم که بعض زنها از سینه هاشون کشالن. پرسیدم که یا جبرائیل این چی کاره بود؟ اینا از مشوش پنهی بچه های مردم بیگونه میمکند جزا کردی داده میشه. هوایم شما خوجه اینه و این گوه که زنک بس بین که دختر میتیم میگه میشونه باش پیش نه تخلو خواهد قواعد میپرتیم. من همین 10 میلیون بسه من دارم، 10 میلیون تو چیز که 10 میلیون هم کنم ما یک بخیره ما بپوشه، ما یک زندگی کنیم که این زندگی خوب میکنن، که لباسای خوب میپوشنی برادر ما شما، که زنهای ما لباسای خوب پیشتر راحت کرده زندگی میکنن. فقط دادن کتی تمام میشه انتلاخی من عمر رفتن کتی من شما تمام بشه. تو نمی؟ جوانی در شعر هسته و سکسک خدا خواهد انشاءالله روبه میشه، سکسک لوغر میشه. این برادر این چیزا رو عینا انشاءالله خدا خواهد فهمانین آیله هانده آیله شما خدا خواهد باش هسته همیشه گپ تو گیزره انشاءالله خدا خواهد حرکت کنی که خدا خواهد روی خوب کتی روی نیک کتی. همون انسانیم تو نمی عذاب نکشیم در زندگی خدا خواهد دشواریات نکشیم نونی قاب نخوریم. در از مقصدی ما چی هست؟ خدا خواهد خوب زندگی کنیم امرای 40-50 سالنده چیکار نکن زندگی خوب کردن نکن زندگی با موفقیت کردن نکن. سینای بزرگ هم 2 کلمه گفتیم اگر در دنیا غم و چنگ نباشد آدم ها عمری دراز میبینن. پس نداشتاشی بچت با بلاغت رستاشت دلت بازی میکنن یا نمیکنن. پول نداشتاشی دختر تا شوهر میده باشید دلت بازی میکنن. مرکه میکنی باشید دلت بازی میکنن. دوله نموز ای چیه همه این کسلی ها ای نابودیه ای بسیار از خوده از خدا میکنه بعد این میری سرش در دیوار زده بیچاره را 10 تا آدم خونش بده قرصتی این برای این چیزا را مسئله ها را برای شخصیتی بکنم که عقل ها را یاری دهد مشورت ادراک ما شونه مشورت دادستیم
معصیت دادستین که آینده دلنشی عذاب نکشی. همه با معصیت طبق شریعت کار کنین خدا خواهد انشاءالله هیچ محتاج یک چیز نمیشی. همه چیز خدا خواهد مهیا بشه، همه شرایط خدا خواهد الله با راضی هم میشه. خدای ما و شما مادامی که ما و شما ناجویه سر میکنیم، ناکاری که به ثواب ندارد، فقط عذاب میکشیم. برادر بین انشاءالله خدا خواهد این نعمت ها را استفاده بریم. من چند تا بچه هم سلامت سگو کرد. این سلامتی ها نعمتی قیمتناک نیست. یا نمی یه بیچاره بدر زدیان در 25-30 ساله ولی 30 ساله بیچاره بیمار شده. چند تا بچه ها من پچکش کار نداره. چند تا بچه ها خدا خواهد چی ای کار زوریشن، ای کار دشواریشن. بیزار شده همون شهر رفتنه، بیزار شده بیچاره. مرسیز که بعدش میلرزه. کار میگه که فیل پشه میکنه. کاری که فیل پشه میکنه. یک تونه بولو خم فلانده اگه چی عروس. اگر خدا خود بعضی بچه که پلارم با کار میکنه، اگر داچکش مونی انشاءالله خدا خواهد. و این میگه افتمته. پلارم با کار میکنه من ندیدم نکه خداش میگه که همین یک دم اگر تخته بخوار مونید خانک شده میره و چیندن نکن دم نمیگه انمیت افتمت و این جوانی نمیدونیم. نماز مو کار نکره اوجه بدناموزه درد پیدا کرده سوده کاری مو بزنی نکره میگه در حیاتم الحمدلله. لیکن امروز اندک کار که مگه اوجه نتونستم در 50 اومده 52 ندومده حاضر اوجه من چود کردم پیری من بیچاره که اوی کنه این مادر و این زن هاشو فکر کنن و شوهراشون عذابه. و همین سال بیشتر خدا خواهد صحبت کردن که با مردم بیشتر اینا زن ها را جمع کردن، مرد ها را جمع کردن. خدا خواهد این عقل ها را این فکر ها را گفتن در کار که بخت بیاید. بسیار شوخی نکنن، بسیار گرم شوهر آزار ندید، بچه کاش آزار ندید. شدم کن الحمدلله عمر میگذرد. بعضی آدم که کسل گندی که هم سخدو داسته تولی می در 20-25 بعضی بچه ها پچکش کار ندارن که هم سیالو رسون دسته. و کی سبب؟ مو سبب پدر ها سبب. خیز بلیافته بیام مراد کاری صاحب نیست، هنر نیست، مجبور میشه کاری وزمین نمیدره بیچاره. خدا نگه داره. چند تا بچه هم مرده برفت قلیب 10 تا 15 تا بچه هم رسیانده ماشین زدش چوب زدش نشید می بیچاره برفتن. اولا آرزو داشتن که زندگی خوب کنن، آرزو داشتن که انشاءالله حیاتی ناز بنن، بچه اکشه توشه بینن، دختر اکشه توشه بینن. امروز نیست، به پدر توشی دستن. یا بیچاره زنهاشو در 22 دختر میدانم 22 ساله بود شوهرش در روسیه وفات کرد، چو زدش. بیچاره امروز من بچه و دخترش بشوشید به شوهر. خودی در چه میدونه الله نبینید چقدر مصیبت ها بالا آمده ساده. لیکن فکر کنیم، اندیشه کنیم برادر. بیاین که بخیر بیاین انشاءالله. بیاین اکانومی زندگی بلند برداریم. این نعمت هایی که الله داده انشاءالله خدا خواهد شکرانه کرده. خدا خواهد طوری استفاده بره، طوری کارش بریم، هرگز خور نمیشه انشاءالله. خدا خواهد هرگز زار نمیشه. همین عزیزانی من میکنیم که خدا خواهد از این سخنها را دیگر بچه هانم در دایره میشنین همین فکرها را گوین انشاءالله. خدا خواهد گوین هم خیلی صحبت شد قدر بیده بخیر بیه مکن، قدر عذاب بده، قدر مشقت بده. چندین بچه هم را مثال بیارش منم، چندینش بیچاره از کار گفته برفتن ای دنیا. یاشی 22-23 من چندین دخترامون من در شهرهای روس وفات کرد.
تو با شوهرش برای چیکار کرد؟ مجبور اینم برای یک جا کار کنه مثال کارهای وزمین کارهای دشوار که بیماری ها برای انشاءالله خدا خود بخت بیم نعمت ها را باقی شیرش نه حرکت کنیم انشاءالله خدا خود الله سبحانه و تعالی همه ما انصاف و توفیق دید انشاءالله خدا خود البته صحبت های میکنیم همه عمل کردن اجرا کردن الله سبحانه و تعالی خدا خود مناسب بینن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. این پاک و پروردگار چه مسئله که ذکر کردیم حالا به هر یکی مایان عمل کردن و میسر بگردانی در دلهای مایان نور ایمان نور قرآن نور اسلام را جاگیر بگردانی همیشه برای راست برای صراط مستقیم هدایت نمایید اون مسئله که ذکر کردیم پروردگار را عمل کردنش ما موافق بگردانی از نعمتات پروردگار ما را محروم مگردانی در این دنیا هم در آخرت هم خوار و ذلیل مگردانی صاحب گذشتگان همین اهل جمعیت همین مسجد آباد همین دیار بگذشتگان خدا رحمت کنند جاش جنت خالص الله صاحب و